بچه سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من رویام و به کانال یوتیوب من خیلی خوش اومدین. قبل از هر چیزی بگم اینستاگرام من رو هم دنبال کنید و اونجا هم حمایت هم بکنید. امروز هم میخوام بهتون طراحی درخت رو یاد بدم. خیلی خیلی ساده تر از آموزش های قبلی که بهتون گفتم. من این آموزش های ساده رو برای دوستانی در نظر گرفتم که سالهاست دلشون میخواد طراحی بکنن، ولی همیشه طراحی رو برای خودشون یه چیزی میدونن که فقط مختص افرادی است که استعداد دارن. دوست دارم با آموزش های خیلی ساده و ابتدایی مثل این آموزش کمک کنم تا هر کسی که علاقه داره به طراحی بتونه این هنر رو ادامه بده و واقعا از مسیری که داره لذت ببره. پس میریم سراغ آموزشمون. برای شروع شما کافیه فقط خطوط محیطی کار رو بکشین. اصلا نیازی نیست که دونه دونه برگ‌ها رو تجسم کنی. چیزی که همیشه میگم کلی ببینید، حتی نور و سایه رو. نور از سمت راست به درخت تابیده و سمت چپ تیره تر هست. من این تیرگی ها رو با یه اتود 15 به صورت یه طرف سایه زدم. تنه درخت رو هم به همون جهت سایه میزنم. سایه درخت سمت چپ میفته، در واقع برخلاف جهت نور ما. لبه های کار رو خیلی اتفاقی و بدون اینکه به جزئیات زیادی توجه کنیم یه سری خطوط میذاریم که حالت شابلونی نداشته باشه کارمون، یعنی دورکشی و منظم نباشه. اینجا چند تا شاخه گذاشتم و همینطور این قسمت ها. با یه مداد برای قسمت های تیره تر من از مداد رنگی استفاده کردم. شما میتونید از مداد لوموگراف هم استفاده کنید یا کنت روغنی. اگر دوست ندارید به هر دلیلی میتونید همون اتود رو تیره تر کار بکنید. اگر تازه دارین شروع میکنید نیازی نیست با مداد رنگی کار کنید، همون تیرگی بیشتر رو با اتودم بدین کافیه. بعد از اون ببینید تو جهت همون هاشورهای قبل دارم میزنم کار رو. چون خاکستری هایی که با اتود زدیم باعث میشه با اضافه شدن این تیرگی ها درخت ما حجم کلی رو به ما بده. اگر توجه کنید من با ساده ترین خطوط فقط و یه چند تا هاشور تونستم یه درخت ساده رو طراحی کنیم. میریم درخت بعدی رو بهتون بگم. اینجا هم دوباره فضای کلی کار رو میکشیم. بچه من اسم درخت ها رو نمیدونم، فقط خواستم بهتون بگم که دوستشم چندین مدل درخت بهتون بگم تا اگر رفتین توی طبیعت خواستین طراحی مدل زنده انجام بدین سردرگم نشین. درخت‌ها رو به صورت خلاصه و ساده طراحی بکنید. ببینید اینجا الان فرم درخت ما حالت مثلثی داره. نوری که از سمت راست تابیده رو مشخص میکنیم و سمت چپ که تیره تر هست رو با هاشور تیره میکنیم و لبه ها رو به صورت خیلی نامتقارن و همین جوری چند تا خط میذاریم که تداعی برگ داشته باشه برای ما. سایه رو میذارم، سایه درخت. دقیقا مثل درخت قبلی داریم کار میکنیم. نور از سمت راست تابیده و سمت چپ تیره تر هست. دوباره با مداد تیره اون تیرگی که مد نظرم هست رو اضافه میکنم. مدل بعدی یه درختی است که تراکم برگ‌هاش کمتره و به صورت سوزنی هست.
تنه اصلی رو میکشم، شاخه وسط، و طبق چیزی که توی تصویر میبینین با خطای بلندتر برگ ها رو میذارم. تیرگی ها رو توی یه مرحله نباید بذاریم، باید چندی بار تکرار کنین تا اون حالت پر بودن رو نشون بدیم. دوباره با مداد رنگی یه سری تیرگی میارم روی کار. اگر توجه کنیم من سمت راست رو زیاد کار نمی کنم چون نور خورده و لازمه که این قسمت ها روشن‌تر باشه. تنه درخت رو یه خط تیره همینجوری نکشین. اگر توجه کنیم من بعضی جاها کمرنگ و روشن گذاشتم چون گاهی اوقات برگ‌های دیگه میاد روی تنه رو میپوشونه. فضای کلی کار رو میکشیم. همه این درخت ها زمانی که شما میخواین یه اسکیس بزنید، حتی اون اسکیس اگه مثلا یه فضای بیرون باشه که معماری باشه، شما قطعا تو اون فضای شهری چندین درخت هست. برای همین اهمیت درخت خیلی زیاده برای طراحی فضاهای شهری و کلا طبیعت. دوباره نور و سایه، یعنی یه سمت راست ما روشن هست، سمت چپ ما تیره. برای اینکه این مرز رو از بین ببرم، ببینید چی کار کردم. بین دوتا تیرگی یه هاشور دیگه آوردم و با فاصله بیشتر و یه بافتی که میبینید رو روی کار اضافه میکنم با اتود. قبلا این رو توی آموزش درخت گفتم کامل. با مداد رنگی تیرگی بعدی رو اضافه میکنم. اینجا هم دقیقاً حرکت دستم مثل اتود هست. عذر میخوام دستم به هولدر خورد اینجا. من یه نوار تونالیته کوچیک میکشم اینجا. خیلی مهمه شما قبل از طراحی توی ذهنتون بدونین قراره چی کار بکنید. من تصمیمم بر این بود که با 3 تا ارزش نوری سعی بکنم که سایه بزنم. خاکستری که با اتود زدم، خونه اول رو دست نمیزنم چون نور هست، و خونه سوم که تیره ترین بخش طراحی ما هست با مداد رنگی کار میکنم. هرچی این درجات خاکستری شما بیشتر باشه، یعنی فاصله بین نور و تیرگی، کار شما رئالتر و در واقع حجم و بعدش طبیعی‌تر و واقعی‌تر خواهد بود. ببینید خاکستری، نور و تیرگی. دوباره یه مدل دیگه میکشم، تقریبا شبیه مدل کار اول هست. اگر توجه بکنین برگ ها افتاده تر هست، سایه زیرش رو مشخص میکنم. اینجا چون برگ ها به این صورت افتاده هست،
اول با خط یه اشاره کوچیک میکنیم به این فضاها. دوباره هاشور میزنم. اگر توجه کنید ما میدونیم یه درخت پر از برگ‌های ریز درشت پر از شاخه هست، ولی شما اینجا بدون اینکه به شاخه یا برگ خاصی خیلی ریز و دقیق اشاره بکنید تونستیم با هم یه طراحی کلی و چند دقیقه انجام بدیم. در واقع شما دارید اینجا اسکیچ زدن درخت رو یاد میگیرین. یه مطالعه تصویری ساده هست. اسکیچ در واقع مطالعه تصویری ساده، یه یادداشت برداری هست. ما الان اینجا فقط داریم سعی میکنیم چند تا درخت رو بکشیم با ساده ترین و سریع ترین حالت و با کمترین ابزار. شما همه این کارا رو میتونید با یه اتود یا با یه مداد B6 بکشید و زمانی هم میتونید کم کم تجربتون رو بیشتر کنید که تمرینتون زیاد باشه، انواع درخت‌ها رو ببینید، مطالعه تصویری بکنید. این قسمت‌ها رو با مداد B6 تیره میکنم. قسمت‌هایی که نور خورده یعنی سمت راست تیره بکنید، ولی نه به شدتی که سمت چپ رو کار کردین. هاشورها رو میتونید بعضی جاها بلندتر و تیره تر بکنید. تنه درخت‌ها رو نگاه بکنید. برای بعضیاشون بزرگتره، بعضیا باریکتر هست. اینا هم مشخصات درخت‌ها هست دیگه، یعنی هر درختی مشخصات ظاهری خاص خودشو داره و کافی شما اینا رو ببینید و برای خودتون توی ذهنتون دسته‌بندی کنین و حتی میتونین به صورت ذهنی هم درخت‌ها رو بکشید. دیگه اسم این درخت رو میدونم، درخت کاج هست. مثلثی، یعنی یه مثلث میکشید و قسمت‌ها رو هرچی پایین‌تر میاین پهنای برگ‌ها بیشتر میشه. اتود من 5/10 است، یه اتود معمولی. این قسمت هایی که دارم سایه میزنم رو تیره بکنیم. هاشور ما در واقع داریم برگ ها رو به صورت یه توده میبینیم، یه حجمی که دسته‌بندی کردیم تو ذهنمون. تمرینی که داریم الان انجام میدیم، یعنی ما یه درختی رو داریم میکشیم که میدونیم این درخت پر از جزئیات، پر از شاخه و برگ هست، ولی داریم با ساده ترین و خلاصه ترین حالتی که میشه یه درخت رو کشید کار میکنیم و این خودش یه امتیاز بزرگ توی طراحی. یعنی یه هنرمند باید بتونه توی لحظه هم کلی ببینه و یهو برگرده جزئی ببینه. این دوتا رو باید سریع سویچ کنه، یعنی هی کلی ببینه هی جزئی ببینه. ما البته اینجا میگم تمرکزمون روی اینه که یه درخت ساده رو بکشیم، یه اسکیچ سریع، یه یادداشت برداری سریع از درخت، تا اگر یه روزی خواستیم توی طبیعت طراحی بکنیم تو ذهنمون داشته باشیم که کاج رو اینجوری میشه کشید، اینجوری ساده کرد، نور از کجا خورده، خورشید از کدوم ور تابیده، چه ساعتی از روز هست. مهمه دیگه، شما باید بدونین که نور توی ساعتهای مختلف، نور خورشید زاویهش چطوری هست. اگر این رو بلد باشین به مرور میتونین
توی طبیعت هم تشخیص بدین. من توی آموزش‌های بعدی حتما اینا رو خواهم گفت به شما و یه طراحی طبیعت انجام میدم تا بهتر متوجه منظور من بشین. گاهی اوقات درخت‌ها انگار از ترکیب چندین درخت با هم هستن. اگر توجه کنید من یه درخت دیگر رو میخوام الان بکشم. ترکیب درخت انگار سوم و چهارم با همه. تیزی درخت سوم و اون حالت برگ‌ها شبیه درخت چهارم و همینطور درخت بعدی که دارم میکشم شبیه درخت اوله ولی کوچیک‌تر با یه تنه بلندتر و همینطور درخت بعدی که کوچیک‌تره. سایه کار قسمتی که نور خورده رو تیره میکنم، لبه ها رو مشخص میکنم، و اینکه بچه‌ها ممنون میشم این آموزش رو لایک بکنید و اگر سابسکرایب نکردین کانال رو حتما این کار رو انجام بدین و به دوستانتون هم ارسال کنین و کانال رو معرفی کنید. بریم سراغ بقیه آموزش. اینجا هم دوباره سایه رو دارم میزنم. اگر توجه کنید انگار من درخت شماره 1 رو دوباره کشیدم توی سایزهای متفاوت. حالا امکان داره شما یه جایی برین که بوته باشه. برای کشیدن بوته کافیه همین درختی که الان دارم میکشم 2 تا آخری رو اضافه کنید و خاکستری هم که یاد گرفتین، نور، خاکستری متوسط و یه تیرگی. و اینکه مرز رو هم از بین ببرین، کافیه که فاصله بین هاشورها بیشتر بشه. لبه ها رو هم به صورت خطی میکشم. تیرگی ها رو میذارم. و اینکه بچه‌ها هیچ وقت دورکشی کامل نکنید. دورکشی کردن توی طراحی اشتباهه. جاهایی که فکر میکنید سایه و تاریکه خط‌ها رو پررنگ‌تر بذارین. این قسمت ها رو هم تیره میکنم. و اگر توجه کنید من سایه های این 2 تا درخت آخر با اول ببینید شاید شکلی یکی باشن ولی یه سایه های متفاوتی دارن و همون باعث شده که کارها متفاوت به نظر برسن. یعنی انگار یه درخت جدیده، انگار همون درخت فقط ارتفاعش فرق کرده. و در نهایت ممنونم که همراه هم بودین و این ویدیو رو تماشا کردین. اگر نظری دارین برام کامنت کنین، حتما میخونم و جواب میدم. ممنون که همراه بودین.